سال 1943 دنیا درگیر یکی از خونبارترین جنگ‌های تاریخ بود. جنگ جهانی دوم. نیروی دریایی آمریکا دنبال هر روشی بود تا برتری خودش رو در دریاها حفظ کنه. اما اونا یه هدف عجیب داشتن. می‌خواستن کشتی رو نامرئی کنن. پروژه‌ای که اسم رمزیش آزمایش فیلادلفیا بود. قراره یکی از اسرارآمیزترین وقایع تاریخ علم بشه. هدف ظاهری ساده بود. استفاده از میدانهای مغناطیسی و الکتریکی برای منحرف کردن امواج رادار دشمن. یعنی کشتی روی صفحه رادار دیده نشه. اما بعضیا میگن اونچه واقعا دنبال میکردن فراتر از نامرئی شدن برای رادار بود. اونا میخواستن کشتی رو از دید انسان هم پنهان کنن. بر اساس گزارش‌ها در 28 اکتبر 1943 در بندر فیلادلفیا کشتی جنگی USS الدریج آماده انجام این آزمایش شد. در ساعت 9 صبح دستگاه‌های عظیم الکترومغناطیسی فعال شدند. شاهدها گفتند که اطراف کشتی پر از نور سبز و آبی شده بود. چند ثانیه بعد کشتی محو شد. نه فقط از دید چشم بلکه از روی رادار هم اثری ازش نبود. اما وحشت زمانی شروع شد که چند دقیقه بعد کشتی دوباره ظاهر شد. خدمه‌ای که روی عرشه بودن یا ناپدید شده بودن یا بعضیا به طرز عجیبی با فلز بدنه کشتی یکی شده بودن. بدنهایی که نصفشون توی فلز فرو رفته بود. و کسایی که زنده مونده بودن رفتارهای عجیب و روانپریشانه داشتن. یکی از افسران بعداً گفت به نظر می رسید زمان برای چند لحظه از کار افتاد. بعد از اون اتفاق نیروی دریایی آمریکا فوراً همه چیز رو طبقه بندی کرد. گفته میشه تمام مدارک و گزارش‌ها از بین رفت و هیچ کس اجازه نداشت حتی دربارش صحبت کنه. چند سال بعد نامه‌ای از مردی به نام کارل آلن منتشر شد که خودش رو یکی از شاهدهای ماجرا معرفی کرد. اون توی نامه‌هاش نوشته بود من با چشمای خودم دیدم که کشتی ناپدید شد و چند دقیقه بعد در بندر دیگری ظاهر شد. بعضیا این نامه‌ها رو شوخی یا توهم دونستن، ولی بعضی جزئیاتش انقدر دقیق بود که نمیشد به سادگی نادیدش گرفت. از اون زمان دانشمندا و محققا سعی کردن بفهمن اگه این ماجرا واقعا اتفاق افتاده باشه چه توضیح علمی میتونه داشته باشه. بعضیا گفتن شاید با پدیده انعکاس شدید میدان مغناطیسی روبرو بودن. بعضیا گفتن شاید آزمایش مربوط به پرتوهای مخفی تسلا بوده. حتی تئوری‌های وجود داره که این پروژه بخشی از تحقیقات سفر در زمان بوده. اما تا امروز هیچ مدرک رسمی از طرف دولت آمریکا منتشر نشده. در عوض کشتی USS الدریج بعدها در کشورهای دیگه دیده شده، بدون هیچ نشانی از اینکه چنین آزمایشی روی اون انجام شده. حالا سوال اینجاست: آیا آمریکا واقعاً در سال 1943 تونست کشتی خودش رو نامرئی کنه؟ یا تمام این داستان یه دروغ زیباست برای پنهان کردن چیز دیگه؟ شاید اون روز بشر واقعاً تونست قوانین فیزیک رو بشکنه، ولی چون جهان آماده نبود همه چیز رو پنهان کردن. تو چی فکر میکنی؟ آیا علم واقعاً میتونه چیزی رو از دید انسان محو کنه؟ یا این فقط یه افسانه است که هیچ وقت قرار نیست حقیقتش رو بدونیم؟ رازها همیشه در جایی پنهانن که هیچ کس دنبالشون نمیگرده و شاید، فقط شاید، یه روزی دوباره تکرار بشه.